اولین سلول ساخته شده تو باغ عدنم، آخرین اتمی که متلاشی میشه تو جهان. نه چیزی هم که بشه دید و نمیشه شنیدم. مسئله اینه کی از اولش بوده تا همین الان. نیازه بفهمیم چه جوریه که توقفی نیست. البته اگه کسی فکر بکنه واضحه برا، شک نکنم احمقم، شک بکنم عامل خراب شدن جهانم. تنها نشونه آخر الزمان، نه قربانی اعتقاد پوچ بنی آدمم، نه درگیر زیست. میخوام بدونم اینی که هست یا نیست. عنصر وجودم مکانی یا زمین، چیزی که دغدغمه اینه که چیم. همین ماهیت من جدا از چیزیه که میدونی. نه چیزی نیستم که توی کتابا میخونی. نه زیادم و نه کم، نه شادیم و نه غم، نه ریشه توی خاکم، نه قابل ادراک، نه تلاقی موازات دو جهانتم، نه جوابیه‌ای به همه شبهاتتم. نه پدیدم، نه جوهرم، نه تیتر تو جریدم، نه نزدیکتم و نه محتملم و نه بعیدم. نه که نباشم بلکه یه نبودن محکمم، یه تکذیبیه منطقیم که پختنم. تو حالی که جهان درگیر خط زمانه، من خلاف اغربه ها میپرم هرو موانه. من خلاف اغربه ها میپرم هرو موانه. من خلاف اغربه ها میپرم هرو موانه. هی هی من خلاف اغربه ها میپرم هرو موانه. من خلاف اغربه ها میپرم هرو موانه. منیتو بذاری کنار اینا رو میبینی، تازه میفهمی چیزی که میدیدی دیگه چیزی نی. میفهمی حتی چیزی نی که تو دید تو بمونه. بینش اتفاق جرقه انقلاب درونه. زوال اون چیزیه که تو ذات همه چی هست. جای این که باشی پست بگو بازی برعکس. هر کی جلو باشه فقط میشه بازیچه ی خلق. کسی که پشت پرده رو ببینه برنده است. واقعی یا افسانه باید باشی فرزانه. باید چشاتو ببندی روی هرچی رسانه. باید سیر کنی تو این جهان بیکرانه. بی بهانه ساز هنجرت پر بشه از ترانه. لاجرم میسوزه پری که دنبال نوره. میفته به خاک اون که گلاویز غروره. اون که زیاده یا کم، اون که شاده یا که غم داره. ریشه توی خاک حتی قابل ادراک. حتی اگه دوتا جهان کنه حرکت موازی. حتی اگه تو این بازی تصمیمته که به بازی. حتی اگه چیزی هست، حتی اگه بعیده. حتی اگه چیزی نباشه که کسی ندیده. حتی اگه بودن و نبودن مسئله ای نیست. حتی اگه این قطعه رو بذاری آخر لیست. اما حالا که جهان درگیر خط زمانه، من خلاف اغربه ها میپرم هرو موانه. 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 تا حالا به این فکر کردی که کی